سابقه گل چطوری بچه خیلی خوش اومدید خیلی خیلی بالا رو من آقا امروز اومدیم با روی که از تامنیل فهمیدیم اومدیم با هم یه بازی خیلی فشاری بریم و قراره حسابی توی ویدیو فشار بکنیم. پس ویدیو رو حتما تا انتها تماشا کنید و تک تک لحظه‌اش رو از دست ندید. دوستتون دارم. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب آقا ما اومدیم داخل بازی و خب الان از مرحله اولی شروع میکنیم که خب این یه شخصیت سیاه منگولیه، باید تا این تهش برسیم. خب این قرار فشاری میکنه، خب این بازی نباید بمیریم. ای میخواست آخرش منو اسکورم. بله بنازم. خب آقا بذار شروع بکنم. من دیگه گول تو رو نمیخونم. داشتم به فنا میرم یا یه بار دیگه همینجا بایست. حالا میره اینجا. آقا رفتیم واسه مرحله بعد اسپایکس. خب آقا ای ما تکونم پس میخورم. این گولی که نه ما قدرتمندیم. قدرت. اوی اوی اشون نداره. تمام. نمیشه دابل جامپ زد. بین آدم وانترای یا اول پس ببین اینجا یه جای مخفی هست. فکر کنم قراره یه چیزی رو باید ازش مخفی میشیم. آره اونا قراره بیان. باید خیلی ریاکشن داد. او آخرش بودم. بنازم. بنازم اسمشو نخوندم. یه چیز سختی نباشه. نه اوکی. بریم بعدی. بنازم. دیوار داشتم. بنازم وانترا یادش کردم. ببین میخواست ما رو بندازه. نه نداشتیم. نه فشار شدن میرخصم داداش. نفرما. تمام بنازم. تمام کوینز. اوکی این شد. فکر کنم اینو آقا اسکم هم میکنم. اسکم خالی نکن. دیه دوتای آخرش خرابه. این رد کردیم آقا. یعنی چی؟ سازنده بازی رو واقعا بهش علاقه خاصی دارم. بله اوکی. نباید
هیچ کدوم از اینا پس بخورم. یا اول نازم کنترل او برعکس میشه. عادی. آهان به این من میدونم این بابا نمیشه کنترل این خیلی سخته. ببین این لحظه آخر یه چیزی واسه همون داره. ببین من میدونم این کار نه کاری نداشت. لایک نشون نه لایک دارم بخورم. چه باحال اینا میپرم. این آخرش هم گذاشت. منم مردم بابا. به قول معروف بابا باریکلا. اوی چی شد؟ اکنون برمیگرده. اوکی اینم رست شد. میریم واسه یه مرحله پلتفورمز. اوکی پلتفورمز چی من اوی اوکی اینم رد کردیم. نه بابا اوی بنازم واقعا نمیشه سر این بازی فشاری انقدر فشار نمیخورم. عجیبه واسم فکر میکردم فشار بکنم ولی خب عجیبه که فشار نخوردم. پیک نکن. تو با معمول میخواد آخری اسکنم بنازم. بعدی چیه؟ اسپرینگ چی میشه؟ اینا ماشالله چشم پورم ماشالله پورم. میدونم اینو من الان چیکار کنم؟ باشه چقدر شجاعانه میکنم اون وسط. عالی. آقا این قرار نباز اینو بیاری چرا حذفش کردی؟ اولین بار دارم فشار میخورم توی این بازی. بیشوری بیشوری نه فشار چیه؟ من فشار نمیخورم داداش. یکم فقط یکم حال روحیم بده. بیش شرف نکن. خب علی بالاخره ردش کردم. آقا به مرحله بعدی شروع کن. عالی ها اول کاری مردم. نه آدم میترسه. دقیقا با تو چه حسابی اومدم از اون جدا شد. عالی آقا من چیکار کنم؟ حالا من اینو دوباره مثلا من الان دوباره این نمیکشتم مثلا نمیکشتم. حالا اینجا نگاه تو رو قربان.
اصلا عالیه این بازی. دادا چته؟ خود چته؟ الان میرم رو این میرم چرا این مگه نباید ببینم؟ آقا من میخوام شروع کنم تو میخوام بازی رو یاد بگیرم آقا. الان من مثلا خب آقا وارپس چیه؟ وارپس از این پورتالا بنازم همینجوری شانسی وانترای رد کردم. اصلا عجیبه ویدیوی یوتیوب اصلا عجیبه ویدیو بردار میبینم اصلا یه جوری فشار میخورم تو این بازی درک نمیکنم چجوری انقدر فشار میخورداش. بازی در اون حد بسن فشار نیست. من گفتم برم ولی خب داده فشاری در اون حد نیست. من میره این بار تمام در اون حد فشار نمیخورم. معلومه که این پارت اولشه اونجا که نباید من پس چکار بود. باز میکنیم اصلا من آدم آرومیم. اوکی خب بیشرف این چه کاری میکنی؟ بسم الله من پرهام هستم. خیلی فشار میخورم ولی تو این بازی اصلا فشار نخوردم. نمیدونم چرا فشار نمیخورم اصلا. دادا چی کاری میکنی؟ بفهم باید دیدی گفتم اونجا باید منتظر میماندم. میپرم رو این که مردم. میپرم رو این میپرم اوکی ما اصولش کردم. این میپره رو این دیگه چه کاری بپره. خیلی عجیب بود. دراز میشه طولو میشه. اینو میزنیم این عادیه قبول. الان کوچولو شدیم میریم اینجا جوندالا. الان جوندالا میشیم کوچولو میشیم. این میاد چرا اندازه مورچم میریم اینجا. اول حالا عادی میشیم و میریم اینجا. اوکی اینم تمام کردیم. یکم آقا چرا اینجوری شد؟ نه فشار اصلا نمیخورد. یه بار دیگه تست میکنم. یه بار دیگه هم تست میکنم. عالی. چرا ما گوشات شدم من. علی او بنازم نایس. گوشات نشد. گوشات شدم. چرا من اینقدر زود دارم گوشات میشم. دادا چرا اونقدر چجوری از اون شد اونقدر کوچولو مگه میشه یو چیکار کنم باید میرفتم پایین پرد خودش علکی این باز نمیکنه. یا من یه آدم خیلی آرومیم. لطفا بازی نکنید برای روحیم. من عاشق قدم زدنم. آقا بعدی درز درها.
خیلی توفیه. بنابراین عالی یعنی چیکار کنم بابا یعنی من چون روی اینا راه میرم آخرم که حتما قرار اون بر بندازه واسم اسکلمون کردم مثلا حتما باید تا اون تب برم دیگه آی. بابا بی شرف نکن اون که اصلا استرس نداشته باشه آروم برو تا اونجا آروم بابا بنازم بچه حس میکنم این بازی به ما نیومده ما تو کارا خونگاه فشار میخوریم بابا اینا فشارهای دارن این این داره میره اونجا بودو تمام بابا تمام ولی میدونی آقا فشار این در حد فشار اینکه یه نوب سگ فکر کنم یه نوب سگ بزنتت چقدر تو فشار میخوره خدای حاجی خدای مثلا یه نوب سگ تو رو بزنه چقدر فشار میخوره خب اونقدی که اون فشار میخوره تو این نمیشه که فشار خورد چون اونقدر این بازی ها رو فشاری کرده که یه جورایی چیز میشه الان اون آدمه رفت تو من یا من رفت بهتر در موردش بحث نکنیم خدا به این چه کاری میکنه ببین سب کن تا ببین این تا اینجا میاد سب میکنیم بودو ببین دقیقا سب میکنی اینجا برسه همینجا با سرعت از روش رد میشه من چیکار کنم این مرحله رو آجا ما به سرعت او خرش کردم اوکی حالا اینم موقع بزرگ میشه او نه این میدونست میکنم خرش با بابا اینو با چیکار کنم من یکم دارم فشار بکنم ولی من اگه یه جوری بری یه جور خاصی بری یه جوری تا یه جاهایی میبینی چرا میاد من چرا خرم یه فکر رو تو کله من نمیدونم پلنم رو اجرا کنم فقط اگه من بتونم از دست این بازی راحت شم میتونم یه جورایی اینو اصولش کنیم ولی یه جور دیگه میخوام اصولش کنم الان من دقیقا چیکار کنم دست من این کارا نمیتونم بکنم این کوچولو میشه اینجا بایستم کوچولو میشه زرست که از پایین میرم بالا میرم بالا میرم از بالا میرم اوه
اگه من اینو اوکیش کنم بس میمیرم. این داره میاد دنبالم ها. آقا 5 تا شانس به خودم میدم. اگه این مرحله راست کردم رد نکردم میمونه واسه پارت بعد. بسم الله. شانس اولمون که داره تمام میکنم تقریبا. خب یه شانس دیگه منو دارم. شانس 4 شانس 2 تمام بابا بینازم. بابا اینو چگونه برم من اینه که الان ده اینو کسونی نمیکنه. اون خرم کرد. الان من چه کاری بکنم؟ ای داداش بیا منو ببر. الفوسولی داداش یه دقیقه بیا منو ببر. من یه فکر زد سرم. اگه همین رو 5 تا شانس واسه هر مرحله میدم به خودم. الان من یه شانس 4 تا شانس هم. اگه فکر نکنم اگه باید بفرم این پایین. بله همون جور بود که خودم فکر میکردم. و این الان چی؟ فلاپی ورد. من یکم آدم عصبانی هستم. من میخوام فوش بدم به این باید مذاکره بکن. بابا میگه ما اینجا اینو بزنیم بعد اینو میزنیم. اگه بتونم مثل آدم این فلاپی رو بازی کنم. نه این میخواد بره بالا. فهمیدم من چقدر باهوشم بچه ها. رفقای گل برو یه از اون ورش میره. معلومه چه این معلومه قرار فشاری میکنه. چرا این داره کمتر جمع میزنه. بودو بزن آجی هرچی میوزل تو کنتر میشن. وای یه مرحله دقیقا یه مرحله توفی مثل خودش درست کرده. دقیقا یه مرحله مثل بابا. این شانس 5 هم که پرید. شانس 4 هم پرید. این مرحله رو هم رد کردیم. این دیگه آخر مرحله ایه که باز میکنم. میریم اونجا. آقا 4 تا شانس موند. 3 تا شانس موند. خب ما که میدونیم این قرار بیاد اینجا. چی شد؟ من اینو زدمش. اینو میزنیم بعد اینو میزنیم و این میاد وسط. ها و قراره یه بار دیگه هم بیاد اونجا.
بنازم تمام. من آدم آرومی. بابا اینم بریم. فقط هم جامپ میتونم بزنم متاسفانه. بابا بپر. بابا اینم میزنیم. اینم میریم که بزنیم. ولی خب این بالاست. تمام. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه بچه. اگه میخواین بازم ادامه پارت اینو بذارم حتما مثلا کامنت بذارین پارت بعد. و خب یه لایک کامنت هم بکنید که از من یه حمایتی بشه و انرژی بگیرم. دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی میبینمتون. بای بای.